به نام خدا. سلام شاگردای عزیز، همتان خوب هستین؟ بله. جور و سالم و صحتمند هستین؟ بله استاد. بخیر آمدین به صنف. کسی غیر حاضر نداریم، همه حاضر است. بسیار خوب، خوش آمدین به درس 4 ما در مضمون فیزیک صنف 8. روز قبلی با همدیگه یک درس بسیار مهم را در مضمون فیزیک خواندیم. با همدیگه ای را خواندیم که انرژی حرارتی و انرژی داخلی اجسام چی هستند و در زندگی روزمره ما چقدر ما از این انرژی ها استفاده کردیم و چقدر استفاده این انرژی ها را به چشم دیدیم. شاگردای عزیز، در درس قبلی یک کارخانگی بسیار مهم داشتیم. فعالیت صفحه 7 کتابتان بود فکر می کنم. این فعالیت را در کتابچه‌تان حل کردین؟ بله استاد. بسیار خوب. من کارخانگی را در آخر صنف از همه تان را چک می کنم ببینم که کی بهتری فعالیت را انجام داده. بیایم که یک مثال از این فعالیت را با هم دیگه کار کنیم. به ما نام یک جسم را گفته، مثلا تلویزیون، و گفته کدام انرژی به کدام انرژی تبدیل میشه و آیا انرژی حرارتی ناخواسته در حین تبدیل انرژی اولی به انرژی دومی ایجاد میشه یا نه. در تلویزیون کدام انرژی به کدام انرژی تبدیل میشه؟ انرژی اولی ما چی هست؟ آفرین، انرژی برقی. انرژی برقی به کدام انرژی تبدیل میشه؟ آفرین، به انرژی صوتی. ما از تلویزیون صدا میشنویم و همین قسم تصویر را میبینیم. پس در تلویزیون انرژی برقی به انرژی صوتی و تصویری تبدیل شده. آیا اگر بالای تلویزیون یا در پشت تلویزیون دستان بگذارید مقدار داغی یا گرمی یا حرارت احساس میکنین؟ پس در جریان این تبدیلات انرژی یک مقدار انرژی حرارتی ناخواسته هم در تلویزیون ایجاد شده. بسیار عالی. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. شاگردای عزیز، عنوان درس امروز ما منابع انرژی هست. عنوان درس امروز ما چی است؟ منابع انرژی. این درستان شامل صفحه 7 و 8 کتابتان است. شاگردای بسیار عزیز، قبل از اینکه بیایم در مورد منابع انرژی با همدیگه درس را بخوانیم، اهداف درس امروز خود را با خود مرور کنیم. اولین هدف ما در درس امروزی است که بدانیم واحد اندازه‌گیری انرژی چی هست. هدف دوم ما است که بدانیم منابعی که انرژی را تأمین می‌کنند به چند بخش تقسیم شده. و هدف سوم ما این است که بدانیم انرژی تجدیدپذیر و انرژی تجدید ناپذیر چی هست. خب شاگردای عزیز، همین قسمی که میفهمین هر کمیت نیاز به اندازه‌گیری داره. یعنی هر کمیت توسط یک واحد اندازه‌گیری اندازه میشه. به همین قسم انرژی حرارتی هم یک کمیت هست که نیاز به اندازه‌گیری داره. ما انرژی حرارتی را توسط کدام کمیت اندازه‌گیری میکنیم؟ چون که انرژی حرارتی هم یک نوعی از انرژی هست، پس میتونیم انرژی حرارتی را توسط واحدی که سایر انواع انرژی را اندازه میکنیم اندازه کنیم که او عبارت از ژول هست. چی؟ ژول. اما به شکل عموم انرژی حرارتی را توسط یک واحد دیگه که به نام کالری یاد میشه توسط او هم اندازه گیری کرده میتونیم. به شکل عموم یک کالری مساوی به 4.2 ژول هست. شاگردای عزیز، کالری چی هست؟ پس کالری چی هست؟ کالری عبارت از او درجه حرارتی است که 1 گرم آب را به اندازه 1 درجه سلسیوس بالا میبره. درجه حرارت 1 گرم آب را به اندازه 1 درجه سلسیوس بالا میبره. گفتیم که 1 کالری چند ژول هست؟ سرجان بگو. آفرین، 4.2 ژول. خب شاگرد عزیز، حالا که با واحد انرژی آشنا شدین، بیاین که بفهمیم منابعی که انرژی ما را در روی کره زمین تأمین میکنه به چند بخش تقسیم شده.
بیاین که با هم دیگه این را یاد بگیریم. منابعی که انرژی ما را در روی کره زمین تأمین میکنه به دو منبع بسیار مهم تقسیم شده: منابع انرژی تجدید پذیر و منابع انرژی تجدید ناپذیر. بیاین بفهمیم تجدید پذیر یعنی چی و تجدید ناپذیر یعنی چی. بیاین اول از تجدید ناپذیر شروع کنیم. منابع تجدید ناپذیر به اون منابعی میگن که به خاطر تولیدشان میلیون ها سال وقت نیاز است تا اونا دوباره تولید شوند. یعنی چی؟ بیاین که در مثال براتون بگویم. مثلا سوخت های فسیلی. کسی در مورد سوخت های فسیلی چیزی را میفهمه؟ میفهمین کدام سوخت های فسیلی هست؟ بیاین که من براتون بگویم. و طور مثال نفت، گاز، زغال سنگ، اینا همش سوخت های فسیلی هست. فسیل یعنی چی؟ یعنی بقایای موجودات زنده بعد از گذشتن سالهای بسیار زیاد. وقتی که به فسیل تبدیل میشه، این فسیل ها باعث تولید انرژی های فسیلی یا سوخت های فسیلی میشه. مانند چی؟ نفت، گاز، زغال سنگ که ایجاد اینها میلیون ها سال را در بر گرفته. پس اگر زغال سنگ در روی کره زمین تمام شود و یا نفت یا گاز در روی کره زمین تمام شود، به خاطر تشکیل دوباره این سوخت ها یا این انرژی ها چقدر زمان نیاز است؟ بله، و میلیون ها سال نیاز است. اگر این انرژی ها در روی کره زمین تمام شود، افرادی که همون زمان در روی کره زمین وجود دارن دیگه این انرژی ها در دسترسشان نمی باشه و مجبور هستند که زندگی را بدون این انرژی ها پیش ببرن و این یک کار بسیار سخت هست. اما بیاین انرژی های تجدید پذیر را بگوییم کدام انرژی ها است. انرژی های تجدید پذیر عبارت از او انرژی هایی است که به خاطر تولید دوبارهشان یا تجدیدشان یک فاصله زمانی کوتاهی نیاز است. بیاین که براتون یک مثال بگویم. مثلا آب موجود در پشت یک بند، مثلا بندی که توسط از او توربین های برقی به حرکت میفته و برق تولید میشه. این آب یک انرژی تجدید پذیر هست. مثلا وقتی این آب در طول فصل گرما مصرف میشه و سطح آب پایین میایه، دوباره در فصل بارندگی باران میباره و آب سطحش بالا میایه. یعنی دوره تولید شدن این انرژی یا دوره تجدید شدن این انرژی کوتاه هست، زود تولید میشه. یا انرژی دیگه ای را که نام برده میتونیم، مثلا انرژی باد. انرژی باد انرژی است که بعضی از دستگاه ها را به کار میندازه و زود به زود میتونه تجدید شوه. به نظرتان ما باید از کدام انرژی ها بیشتر استفاده کنیم؟ و جوامع بشری کوشش میکنن که جای انرژی تجدید ناپذیر را با انرژی تجدید پذیر تبدیل کنن تا که بتونن این انرژی های تجدید ناپذیر را در روی کره زمین حفظ کنن و از تمام شدن زود هنگام اونا جلوگیری کنن. خب شاگرد عزیز، درس ما در این قسمت به پایان میرسه. کسی تا این قسمت سوالی نداره؟ استاد، تفاوت بین منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر بسیار خوب. تبسم جان میگه که کوتاه تفاوت بین انرژی تجدید پذیر و ناپذیر را به من تشریح کنید. انرژی های تجدید پذیر به او انرژی هایی میگن که به خاطر تجدید دوباره یا تولید دوباره او به یک زمان کوتاهی نیاز است. یعنی در فاصله زمانی کوتاه این انرژی دوباره تولید میشه، مثل آب در بند. و انرژی های تجدید ناپذیر به او انرژی هایی میگن که به خاطر تولید دوباره و تجدید دوباره اونا به یک فاصله زمانی بسیار طولانی در حد میلیون ها سال نیاز است. جواب سوالت را گرفتی تبسم جان؟ بله استاد. بسیار خوب. کسی دیگه ای سوالی نداره؟ نه خیر استاد. آفرین. درس را در خانه با خود تکرار کنید و قبل از اینکه صنف را تمام کنم به شما دو کارخانگی بسیار مهم دارم. کارخانگی اول شما حل کردن فعالیت صفحه 8 کتابتان است و کارخانگی دومتان حل کردن فعالیت صفحه 9 کتاب. شما دو فعالیت و حل کردن دارین و تا روز بعدی و درس بعدی در مضمون فیزیک شما را به خداوند بی‌نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.